سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم یک روستایی به اسم لنگر با آب و هوای بسیار خوب و زیبا و اومدیم من و هادی اومدیم چشمه از این آب و هوا بسیار لذت بردیم. اون و چشمه رو میخواییم نشونتون بدم. این ورزش درست حسابی هم کردیم امروز صبح حال داد و ما فکر میکنیم که این آخرین لنگریه که هر جا میریم فکر میکنیم آخریه. بی شما ببخشید تمام کلیپامونو ببینیم داخلش گفتیم آخریه. هنوز اونا رو ادیت نکردم و بشم ادیت بزنم. انشالله ادیت میکنیم پشت هم میزنیم مکانهای مختلف گفتیم آخریه. چشمه بسیار زیبای لنگر جای همگی خوش آب و هوا لنگر جذاب واقعا یکی از زیباترین مکانهایی که دیدیم. اونقدر که از مادره مادرش رو پیداش بشه میگشت. آره مادره رو دوستم. دو تا طول سگ بازیگوش هم بیا این مادرش نداره. جاتون خالیه. اینکه آفتابه یک باد خنکی داره میوزه واقعا جای همه خالی. بچه ها این تو رو ببینین بسیار زیبا، آب عالی، هوا عالی، یعنی واقعا دلتون نخواد. بسیار خوش گذشته، جای همگی خالی. من که خودم اینجا رو یعنی واقعا دوستش دارم. جزو بهترین جاهاییه که تا حالا دیدم. عالیه. حتما یه سر روستای لنگر بیاین. من فعلا برم چایی بخورم. بخند برام عشقم این خنده ها کمیابه. دلم چه بیتابه چشم نمیخوابه. بگو چشمات دل دیوونم و دریابه. سکوت عاشقانه تویی، صدای هر ترانه تویی، که بهترین بهانه تویی برای حال خوبم. تا با تو که اینقدر قشنگی میفه با دلم جنگی، میای سنگین و رنگین دلو بر میداری میری. دنبال درد سر عشقم میذارم تو چشمم، بیا دل تو بدش من رو کشت سر بزیری. منی که خسته نشم که بی هوا نفس بکشم. توی تو حال خوشم، توی خیال خوبم.